من بسیار موزیک‌های ژورنالیستی را آموختم. مثال کار کردن با تکنیک‌ها، با دیکتافون، با عکسگیرک‌ها و همچنین در اینجا من دوستانی زیاد پیدا کردم. من طرز مصاحبه کردن رو نمی‌دونستم، در اینجا آموختم اونها رو و در آینده می‌خوام ژورنالیست شوم. برای اون که برای همین من با اینجا برای خواندن مکتب ژورنالیستیک اومدم. من با اینجا برای آموختن ملکه اومدم. من میخواستم از اینجا من از اینجا جمع کردن خبرها با اسباب‌های ژورنالیستی کار کردن رو آموختم. باز من در اینجا فکر خود را آزادانه بیان کردن رو آموختم. با وقتی که من با این مکتب اومدم از نازوکی‌های تمام تکنیکا که با ژورنالیستика داخل دارد از آنها باخبر шудам. Я мне 14 лет, я занимаюсь уже много лет спортом, и когда я узнал, что здесь курсы журналистики, я пришел сюда. Есть такой стереотип, говорят, что спортсмены тупые, но я не такой. Я научился здесь многому, хожу на конференции, активно задаю вопросы, делаю фоторепортажи, научился хорошо печатать, записывать, разговаривать со старшими людьми, хожу на опросы. من برای یاد گرفتن بسیار تجهیزات‌های ژورنالیستیکی با مکتب ژورنالیستیکی آمدم و می‌خواهم که من از اینجا بسیارتر می‌خواهم که فوتو ژورنالیستیک را آموزم. من طول 2 ماه است که در اینجا خوانده ایستادم و در آینده ژورنالیستیک نشدنیم، ولی می‌خواهم که این کسب را آموزم. با این مکتب ژورنالیستیکی برای اون آمدم که چیزهایی که برای من لازم است آنها رو آموزم و امروز این آرزوی من هم اجرا شده است. من از اینجا طرز گفتگو کردن رو، صورت گرفتن رو، کامرا کردن رو و غیره رو آموختم. سببی که از کودکی آرزو داشتم که با این کسب یعنی که دکتر شوم، نیز من با آرزوام رسیدم. من در این کسب یعنی که ساحه مهم این کسب رو اسلوب کردم. مثلا ویدیو ژورنالیستیک کو مصاحبه با کارمندان و دیگر ساحه رو من خوب اسلوب کردم.